ممکنه افرادی توی زندگی شما باشن که این افراد برای شما مناسب نیستن، خوب نیستن. چرا؟ چون شما یک اهدافی رو ترسیم کردید و میخواید به این اهداف برسید و اینا در حقیقت مانع رسیدن شما به اهدافن. انگیزتون رو میگیرن، اون انرژی که میخواید برای هدفتون خرج بدید اینو از شما میگیرن. ما وظیفمون اینه که از این انرژی محافظت کنیم. انرژی که خداوند اینو داده به افراد، میاد میگه که شما آقا، خانم، وظیفتون حفاظت از این انرژیه که شما رو به اهدافتون میرسونه. اما اگر بخواید با افراد نادرست طلب کنید اونو، عقب میمونید. به قول معروف اجازه ندید قضاوت این آدما توی شخصیت شما تأثیری داشته باشه یا کلماتشون بار منفی رو درون شما ایجاد کنه. اینو نباید اجازه بدید. درستشه.